میرزاقول حاجیمتوف از سوی دادگاه ناحیه اشت به 5 سال زندان محکوم شد و حکم او را روز 1 ایون در بینای سیزای رقم 2 شهر خوجند اعلام کردند. وکیل مدافع گفت از بالای قرار دادگاه شکایت میکند. مقامات درباره پرونده حاجیمتوف و اتهام او رسما شرح نمیدهند. علیه این ساکن ناحیه اشت با اتهام عضویت در تشکیلات اکستریمیستی یا بر اساس علاوه 3 ماده 307 کدکس جنایی پرونده باز کردند. پیوندانش میگن درباره پرونده زیاد نمیدانند و همین قدر میدانند که دلیل اصلی ضد میرزاقول حاجیمتوف یک نوشته او در فیسبوک است. حاجیمتوف یک از کاربران فعال فیسبوک بود و سالهای اخیر اساسا همچون پزشک درباره مسئله های بهداشتی اظهار نظر میکرد. دقیق نیست که کدام نوشته او باعث زندانی شدنش گردیده است. بعد آغاز شدن تفتیشات علیه میرزاقول حاجیمتوف خود او در این باره چیزی ننوشته بود. نزدیکانش میگن به بیگناهی او باور داشته منتظر حکم عادلانه بودند. فرهاد حاجیمتوف پسر میرزاقول حاجیمتوف به رده آزادی گفت پدرش از سال 2015 به این طرف با مقامات هیچ مشکلی نداشت. پیوندان میرزاقول حاجیمتوف ظاهرا از زینه بالای دادگاه انتظاری زیاد ندارند و امیدشان به عفو ماه سپتامبر است. برخی ها در تاجیکستان انتظار دارند که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت در تاجیکستان عفو محبوسان اعلان می شود، هرچند مقامات تا حال در این باره رسما هیچ شرحی ندادند. میرزای حاجی محمد 63 ساله یا میرزاقول حاجیمتوف در گذشته در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی در ولایت سوغد کار کرده. به قول نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ارتباط نیست.